سلام به روی ماهتون. من اومدم با آموزش جدید و قراره که امروز به کمک یه دونه چادر مشکی یه لباس خیلی قشنگ برای خودمون بدوزیم. تو اولین حرکت باید چادرتون مثل من 2 بار تا بزنید. واضح‌ترم که بخوام نشونتون بدم میشه به این صورت: 1 بار از وسط تا میزنیم، یه بارم سمت هلالی میاد روی اون یکی قسمت. چادرتون که 4 لا شد، از روی هلال خود چادر برش بدید و اضافی پایین کارو کنار بذارید. حالا بغل گردن تا مچ پاتون اندازه بگیرید. این اندازه هر چقدر که بود از لبه دلای بسته به همون اندازه بیاید پایین. علامت. وسط گردن تا مچتونم اندازه بگیرید. این اندازه هر چقدر که بود دوباره از لبه قبلی به همون اندازه به سمت راست حرکت کنید. علامت. و در نهایت مثل من علامتاتون رو به صورت هلالی به 0 برسونید. از روی خطایی هم که رسم کردید برش بدید تا اضافیای کار دور ریز بشن. بعد بیاید گوشه 4 لای بسته برای برش یقه. از گوشه 8 سانت به سمت راست میریم. علامت. دوباره از همون گوشه این بار 4 سانت به سمت پایین. علامتمون هم که به طور هلالی به هم وصل میشه و برش میخوره و اضافیش دور ریز میشه. یقمون هم که برش خورد از لبه 4 لای باز 10 سانت میایم پایین. علامت با خط صاف وصل میشه به کنار گردن. از روی خطم برش میدیم و دوباره اضافی کار دور ریز میشه. تو این مرحله یکی از تیکه ها رو میذاریم کنار که یقه تیکه جلو رو بازتر کنیم. کافیه که از گوشه دلای بسته 7 سانت بیایم پایین. علامت به طور هلالی وصل میشه به کنار گردن. از روی خط هلالیمون هم برش میدیم تا یقه جلو بازتر بشه. حالا از اون اضافی چادری که کنار گذاشته بودیم یه مستطیل برش میدیم با ابعاد 40 در 50 سانت. به پشت مستطیلمون هم کاملا لای میچسبونیم. یه دور تا میزنیم. یه طرف میشه دلای باز، یه طرف دلای بسته. مستطیل تا خوردن میره زیر تیکه جلو، طوری که دله‌های بسته‌شون دقیقاً لب به لب و مماس هم باشن. بعد سرشونه و یقه رو عیناً میکشیم و تیکه جلو رو برمی‌داریم. رد صابونمون رو برش میدیم که اضافیاش دور ریز بشه. از گوشه دلای بستمون هم که 30 سانت بیایم پایین و علامت بزنیم و مثل تصویر به صورت هلالی به سمت مقابل وصل کنیم و برش بدیم و اضافیش دور ریز بشه. سجاف جلوی لباسمون کاملا آماده است که بعد برای دور تا دور لبه گردش نوار و ریب بدوزیم و چند تا دونه دکمه تزیینی. بعد تیکه جلوی لباس مقابل خودمون باز میکنیم طوری که پشت پارچش رو به خودمون باشه. سجاف آماده شدمونم میاریم، پشت رو میکنیم، یقه ها دقیقاً لب به لب و مماس دوخته میشن به هم. دور تا دور چرت میزنیم، سجاف باز میشه، برمیگردیم به روی اصلی تیکه جلو. سجاف هم قرار میگیره سر جای اصلیش، کاملا مرتب میکنیم و از روی دوخت نوار و ریب یه دور دیگه دوخت میزنیم که سجاف و بالا تنه کاملا فیکس بشن به هم. کارمون هم که با سجاف جلو تمام شد، برای سرشونه ها و دور تا دور لبه گردش نوار و ریب میدوزیم. تیکه پشتم همینطور، یقه، سرشونه ها و دور تا دور لبه گردش باید با نوار و ریب تمیزکاری بشه. در نهایت هم که تیکه پشت و جلو روی هم قرار میگیرن، روی اصلیشون رو به روی هم، سرشونه ها دوخته میشن به هم. بعد برمیگردیم به روی اصلی، از لبه های بالا در حد 15 سانت نمیدوزیم که دست به راحتی رد بشه و از پهلو 10 سانت فاصله میگیریم و یه دوخت میزنیم که پهلوامون هم بسته بشه. برای سمت دیگه هم که همین دوختو بزنید لباستون کاملا به پشت مستقیم